سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی من داخل یوتیوب. بریم سراغ ویدیو. میخوایم قسمت 1 و 2 GTA رو بریم. لایک و کامنت و فالو هم یادتون نره. اونا رو الان باید بزنیم که برم. یه لحظه من یه تنظیمات برم. کجا بود؟ اینجا نیست، بکنم اینجاست. آره من دوست دارم که این بزرگتر باشه، چون واقعا خیلی ریزه. ما کنید یه خود بزرگتر شد. ریزه. خدای خیلی پول کمیه. به پول ایران پول زیادیه، ولی واسه خارجی ها خدای پول کمیه. 180,000 دلار خدای پول کمیه، خیلی کمه به نظرم. 180,000. بودو دیگه. بمبو بذار. بیا تو مرحله اول 3 تا باگی داره. نگاه کنید اینجا بچه ها میتونن یعنی رفیقا میتونن بشینن، ولی من نمیتونم درست بشینم و تا آخر بازی هم همینطوری. دومیش هم بهتون میگم، البته رازه، باگ نیست، رازه. از این کیف میکنیم که بندازی رو. خب هی فکر میکنم کالاف L3 رو میزنم روش سریعتر بوده. بچه ویدیوی کالاف و FC24 هم میذاریم، البته آنلاین نه آفلاین. اگه بخواید تو کامنت رو بنویسید. بابا چه بحثشون؟ یه بار دیگه میزنم اینا رو کلشون، نشد اسکیپ میزنم. مثلا کاور بگیر بچه ها. اینا قلق داره، نمیزنیم بالا. میاری اینجا، میاری بالا، میزنیمش، میاری بالا، میاری بالا، میزنیم. یه تیر هرمیش میکنیم.
الدو رو نگه میداری، یه دونه میاری بالا با سه میزنی. من جوی یه تیر حرامش میکنه به راحتی. توکی مونده. بیا بگی وای موجی وای. بچه ها اینجا رو واسه تون اسکیپ میزنم دیگه. بچه ها اوکی شد. البته با مربع اوکی شد. بخواید بچه یه تئوری هست که میگن برد پسر مایکل بوده. اینجا میدونه آدم فضایی هست میگن این لسره. سب کن ببینم دیگه. میگن اون لسره. سب کنید من باید اینجا رو بهشون نشون بدم. کو نیست. سب کن اینجا باید لسه رو ببینم. میگن این واقعا لسره. بچه یه لحظه سب کنید من اگه تونستم زوم میکنم روش. فکر نکنم لسه باشه. نه تفنگ بیار تفنگ بیار ببینم. داش زوم چیه بچه این لسره. شما چه لسه بود بچه. من حالا تو ویدیو ادیت کردم زوم میکنم رو ویدیو رو اونجا که چیز نشه. شما ببینید من خودم هم تو ادیت میبینم چی شده. توفنگ بچه هر وقت پلیساتون جایی دنبالتون افتادن فقط پنچری بزنید. رمز جنوبی نهایت رو بزنید. پیاده شید همشون اونجا میشینن. یعنی ماشین پیاده میشن شما میزنن. آره بعد شما هم چیز کنید. فقط لاستیکاشون رو پنچر کنید با رمز جنوبی نهایت. اگه شد من این بالا توی ادیت براتون میذارم رمزشو. هم شمارهشو میذارم هم به صورت دست. اینجا به قلب برد زدم ولی به قلب مایکل الان نمیزنم. به سمت آره به سمت راست سینه مایکل زدم نموردش. وسطش زدم. آها بچه اینجا هم یه تئوری یه راز دیگه هست که نمیخواد اینا رو بزنید. فقط لازمه برید این برو مرحله تموم شد. بچه من کات میکنم تا اون موقع که تموم شد دیگه مرحله. بچه زدیم رفت. آره دیگه الان میریم واسه مرحله بعدی که ویدیو رو هم قطع کنیم. بزنیم بره. خب الان فرانکلی اون دامار میرن یه ماشین میدوزن. خب بریم. بچه
لحظه من این صدا رو اوکی کنم، صدای دست رو. نگاه کنم الان صداش میاد. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. صداش بهتر بود. You little dick niggas do like them little cars. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? Let's show these movie people how we roll. وای خراب کردم. من به هیچ کسی صدامه نمیزنم. کیف میکنی رانندگی و آخ عجب رانندگی دارم. ماشین رو نگاه کن. وای اشتباه اومدم، خراب کردم. ای بابا خدا. رسیدم اوکی. مثلا کوپ بندیه. We hanging the left. بچه ها میدونید چیه جی تی ای خیلی طبیعی درست شده. مثلا 6 ستاره میشی 5 ستاره میشی پلیس جلوتو میگیرن. بعد اون موقع هم که پلیس جلوتو میگیرن نمیذارن رد شی. اگر هم از اونجا رد بشی مثلا چرخت پنچر میشه، پنچری زدن اونجا. یعنی مثلا نمیدونم اسمش چیه، اینو سوزنه میندازن پنچر میشه ماشینت. ولی برای راه حلش گوشی رو میاری بالا، ضرب در مربع 1999 88 78 73 نمیدونم می نویسم این بالا. الان براتون میزنم. الان براتون میزنم اینجا. بعضی وقتا اینجا هم بریم پلیسا میان تو. نمیدونم حالا جی تی ای آپدیت داده اینطوری شده، نمیدونم. میزن 1999 88 78 53 باشه 1999 88 58 1999 77 78 53 آدم بهشون نیستن اومدن تو نگاه بالا بیان. من چون اینجا رو کات میزنم خورده بچه ما اسکیپ کردیم اونجا رو بچه به خاطر اینکه تایمه بخشید ماشین رو تا خونه میذاریم. بچه نگاه کن اینجا صدای سویچش میاد. آره خیلی بالا این صدای سویچش. اینجا ماشین رو بذاریم خونه. من دیگه ویدیو رو قطع میکنم و میریم واسه مرحله بعدی و ویدیوی بعدی.
بچه یه خورده پولم جمع میکنم. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, bad for the pink. بچه محلا اینجا میرن، نگاه کنید اینجا. بچه محلا همیشه اینجا میرن. Man, shit, it's good to be home. خب بچه ها امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال کردن یادتون نره. تا ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.